انا اینم اولین روز ما در حصار و فنر کم گیران شد. همین نوارم برای مسئولین برق تاجیکی سلام می‌دارن که لیمیت نیست. اینم روز دوم ما در حصار. اوه دیده یا برسید اومد مرد خدا کند که با بیاد. چندش ساعت علاقه 18:42. مسئولین برق تاجیک ساعت صبح نکتاب نمیخورد بیستیم. اینش هم کار نکداست و اینم یکی از مغازه های معروف و مشهور در مرکز حصار. این لحظه های بی برقی را شما در فقط شهر حصار دیدید. اکنون تا اینکه ویدیوهای بعدی را ببینیم دوام ویدیو را بسیار خواهش میکنم که آینده ویدیوهای ما را برای چند مدت با VPN ببینید. بسیار خواهش میکنم چون در همون منطقه روسیه که اکثر بیننده های ما هستند و از حساب سنت های درآمد شما ما کارهای بعدی ما را دوام دادیم و شهر و ناحیه ها میرفتیم از پیشرفت و مشکل ها میگفتیم. از حساب همون سنت های تماشای شما بود برادرایی که در فدراسیون روسیه میدیدید. برادران گفتن که VPN چگونه کار میکنه. همون گوگل مارکت میدارین، منم درست نمیفهمم. گوگل پلی مارکت گوگل پلی مارکت میدارید، VPN خریداری میکنید برای هر نوع تلفن هست اونجا و استنابید میکنید، یعنی جابجا میکنید در تلفنتون و من بعد هم یوتیوب هم فیسبوک و هم اینستاگرام در روسیه درست به کار میاد. فقط در وقتی انتخاب کشور در VPN بهتر میشد که شما اگر اون کشور آمریکا یا اروپا را انتخاب میکردید که از اون نقطه ها برای ما مثل پیشتر حساب رکلام درآمد میاد و ما من بعد برای شما بازم گزارش های دیدنی پیشنهاد میکنیم. خواهش میکنیم ویدیوهای ما رو برای یک هفته اول با VPN ببینید، از نتیجهش بعدا من برای شما خبر میکنم. رفتیم ادامه بی برقی ها در شهر حصار. لیمیت هست و حتی از لیمیت هم سخت‌تر. اینم اولین روز ما در حصار و فنر کم گیران شد. یه بار ساعت نشونته برای همین ناظر یادگاری استادی عزیز که مردم هم میگن که لیمیت نیست. این ساعت را ساعت 10:02 برق ما خاموش شد و این بچه هم با فنریک در حصار. شهناز در دوشنبه سوید میمره؟ گوه ها سروش در حصار هر شب سوید میمره؟ ساعت چنده میمره؟ چنده میایا؟ 5 بگاه ده؟ سحری چی؟ سحری 5 سحر ده میاد با چنده میمره؟ خوش نخسته میمره. خود نخسته میمره با سحری. خلاصه خدا انصاف تیا به مسئولین برق تاجیک، شبکه های برق تقسیم کنی و عموما همه اون نفرایی که برای خرید و فروش برق مشغولن و برق تاجیک در این 31 سال استقلال میلیون ها قرضدار کردن. من نمیدونم در پیشرفته ترین دولت های دنیا خدای نکرده جنگ شوه میبینی در همونجا حالی هم برق هست، در همین اوکراین در همون سیریا ما میبینیم که جنگ بود و هست ولی برق شما بود. من در یک کشور آباده که ما صلح و ثبات و آرامی میگیم ولی 31 سال باز از روزی که من خدمت میشناسم برق نیست. اینه بچهای ما اینا به برق کلان شده. نه برو شات بر وقته اینه به برق کلان شده سینه. شهناز اینه برو خطه کلان. اینه هم خدا رو شکر 4 سال دوشنبه رفت برق قدی نوشن به برق کلان شد، ما هم به برق کلان شد. خدا انصاف تیادو تاجیکستان یک وقت صاحب برق دائمی شد و ما واقعا با همون استقلالیت کامل انرژتیکی که میگیم برسیم. سایه خود من نوار بگیرم نوار. سایه خود من نوار گرفتن نتونستم. ای وای. خب همین نوار هم برای مسئولین برق تاجیکی سلام می‌دارن که لیمیت نیست. این همین فروشگاه های مرکزی شهر حصار، این سوپرمارکت بیک حتی از اینجا استفاده میکنند. اینا خب این هم دویژوکه که در مغازه های مرکزی حصار کار میکنند. در روز روشن برق. خب برای مسئولین برق تاجیک
صورت حساب کنک تاب نمیخورد بیستین اینشم کار نکداست و اینم خانه های بلند آشیانه در روزهای باران و سردی بهاری شهر حصار که میگن که ما لیمیت نداریم. خب این یک از خانه های دیگر برای چی صورت حساب کنه کارمون نشان میدیم که باور کنن که اینا کار نکرده استند و در این خانه های بلند آشیانه کوچه بابا جان و پروف شهر حصار برق نیست. مسئولین برق تاجیک خدمات فروش و تقسیمات که دعوا دارن که ما لیمیت نداریم. این هم یکی از مغازه های بسیار مرکزی و معروف در حصار. اینا در روز روشن ساعت لیمیته که باید بگن از 5 اون طرف ساعت گذشته است ولی برق ندارن. فناری کمی اکم از بالا که روشنایی داره نه اکم فناری داره که شما دیدین وضعیت چی است و اینم فناری که تلفنی ما بعدم. اینم یکی از مغازه های معروف و مشهور در مرکز حصار. خدا انصاف و وجدانتان ولی خدا کنه که انصاف و وجدانشون به کار بیاید یک روزه. مردم در این تاریکی باید خرید کنه دیگه علاج نیست. این هم روز دوم ما در حصار. اوه دیده یا برسوید اومد مرد خدا کنه که با بیاد. چندش ساعت علاکه 18:42 هنوز هم برق نیست. خدا کنه که بیاد برق. یا لحظه اگر برق بیاد بچه هم خوشحالی میکنن که مردم شریف تاجیکستان و بیرون از اون این تاریکی که میبینین چهره مرا نمیبینین خودشان دلیل اون است که در حصار در دهه‌ای که ما زندگی میکنیم میبینین چرا شامی بابایی و اون پس منظر هم در اون دوری ها دهه همسایه ما قهرمان است که برق ندارد. این هم از ویدیوهایی که ما برای شما نشر کردیم دلیل اون است که واقعا شبکه برق تقسیم کنی شهر حصار و عموما برق تاجیک یا خدمات فروش و تقسیمات برق میگفتن که ما کارهای پروفیلاکتیکی میگذارونیم همیشه در ماهای نوامبر دیگر وقتی که مردم برق نداشت یعنی کارهای آمادگی به زمستان. من نمیدونم کارهای آمادگی به زمستان. عزیزان دل این جای نوار ضرر تلفن ما هم تمام شد دیگه. شب 13 مارت و صبح 14 مارت ما حتی از روی لیمیت هم عموما دیگه برق نداشتیم چون باران میبارید و صبح هم که باران نبود دیگه ولی صبح هم برق نآمد. به خاطر اون در تاریکی گرفتم که این رمز تاریکی تمام شب ما بود در حصار و همین گونه وضعیت فکر میکنم که در بعضی از منطقه‌های تاجیکستان هم هست که گاه از روی لیمیت هم با دلیل باران زیادتر یا برف زیادتر برق عموما نمیآید که برای من جالب است که این کارهای پروفیلاکتیکی و آمادگی ماهای نوامبر و دکامبر برق تاجیک و دیگر نهادهای مربوطه ساحه برق با چی دلیل بود که اون وقت هم ما لیمیت داشتیم و میگفتن که ما کارهای پروفیلاکتیکی برای آمادگی به زمستان میگذارونیم. همین بود یعنی تمام شب ما برق نداشتیم و صبح 14 هم عجیب. بیننده‌های عزیز در پس منظر شبکه برق شهر حصار شبکه برق مرکزی شهر حصار است و من آمدم تا نزد بیناشون نخواستم دیگر وارد شوم تا به سوالهام جواب بگیرم که چرا در این روزهای سردیم فصل بهار مردم شریف شهر حصار و در دیگر مناطق نیز برق نیست. چون آنها نیز به نظر من مظلومن بیچاره‌اند هیچ جواب ندارن به جز افسانه خواندن به گوش ما. از گزارشی چند ماه پیشتر ما در ناحیه رودکی و از یک صحبتی که با سخنگوی برق تاجیک ناظر یادگاری داشتیم دیگر معلوم است که آنها باز به گوش ما افسانه میخوانند. هرچند حکومت 2 سال پیشتر خطا نکنم 2 نهاد دیگر در سمت برق تأسیس داد برای تقسیمات و فروش این چیزا ولی بازم بهبود نیست. وضعیت همان است که همان برق تاجیک و ملت میلیون ها سامان این نهادها قرضدار کردن و بازم شرم نداشته آر نداشته دیگه. این جمله ها بخشش این جمله ها هم چه ژورنالیست نیستم تو شهروند من نمیگم که در نشست های مطبوعاتی میگن که برق تاجیک این میلیون قرضدار شد و گاه ها مردم هم متهم میکنن که پول برق نمیسپارن. فکر میکنم هر نفر که همین ویدیو را میبیند اکثرا پول برق نمیسپارن و همچی شهروند میگم که خدا بلامه ماشینتون بکفه. خدا خانه های دو آشانه که ساختن برای مثل بستانسرا در تمام گوشه تاجیکستان هر کارمندی فروش و تقسیمات برق یا برق تاجیک همون خانه هاتون در بگیرد
مثل که میبینید در همین آشیانه دوم، ولی من نزدیکتر میگیرم، در همین آشیانه دوم شبکه‌های فرصت تقسیمات برق هست، ولی در خانه مردم برق نیست در همین وقت و ساعت. برای میگم که دیگر از اینا جواب پرسیدن به نزد برق تاجیک رفتن همش دروغ، افسانه بیش نیست. ما اگر رویم همچون شهروند یا همچون روزنامه‌نگار برای ما یک جواب‌های افسانه‌ای میگوین، چون ما آشکارا دیدیم که با گروه ممنوع طالبان آنها شرطنامه فروش کردن با دلیل اون که ما وضع اقتصادی داریم، ما باید فروشیم، اقتصاد ما رو تامین کنیم. اون آوازه ها بود و حتما بعدا واقعیت شد که با قرقیزستانی که هر روز مرز ما را عبور میکنن، آدم میکشن، سربازای ما را میکشن، برق فروختن. ولی متاسفانه امروز هم در شهر حصار و هم در تمام مناطق کشور به هر بهانه مردم برق ندارد. چی آوازه میکنید؟ سلام علیکم. اینای برادر ما را ثبت دارد، گفتیم که مردم برق ندارد و اومدیم نزد شبکه‌های برق، گفتیم دیگه که چون صحبت نکنیم برای که برای ما افسانه میخونیم، شما دروغ بگیم با اون چی ها. اوخی چون هر وقته شما دا برق هست ها، ما را نوار هم میگیرن، سلام هر کجا میتونیم پهن کنید. خود چون دا برق هست ولی مردم شریف برق ندارد. راهبران برق تاجیک، خدمات فروش و تقسیمات برق، خدا انصافتان تیه که وجدانان کار کنه و با مردم در روزهای سرد برق تیم. این هم روز دویم ما در حصار. اوه دیده یا برسوید اومد مرد، خدا کند که با بیاد. چندش ساعت علاکه 18:42. هنوز هم برق نیست، خدا کند که بیاد برق. یا لحظه اگر برق بیاد بچه هم خشودی میکنن که امیدوارم این ویدیو گزارش که شما در مورد لیمیت بودن برق در شهر حصار و حتی از اونم سخت‌تر که تمام شب و صبح میتونی به برق باشی، خب نمیگم که برای شما خوش آمد. خدا کنه که چنین ویدیو دیگه نشه و برای شما دیگه خوش نیاد این گونه ویدیو. خدا کنه که مردم ما 24 ساعت با برق تامین باشه. دیگه عصر 21 است و میلیون های خریداری برق تاجیک هم به دوش شهروندای عادی نیفتاد دیگه. خب امیدوارم که ویدیوهای ما را من بعد با VPN میبینید و دو صفحه بسیار جالب براتون پیشنهاد میکنم. یکیش صفحه استاد فرقت سعید است که من بسیار خواهش میکنم هر چه زودتر ویدیوهاش رو ببینید، آبونه شاید من شاد میشم. و یک صفحه نوی دیگر است در مورد سینما است، اونهایی که فیلم های خوبی حرفه‌ای را دوست می‌دارن، از دوست و کارگردان خوب ما که جوان هم باشد ولی از جشنواره‌های بین الملل برای ما جایزه آورده است، فیض الله فیض. یک صفحه بسیار جالب است فیض الله فیض. از این صفحه هم دیدن کنید، ما شاد میشویم. فراموش نکنید ویدیو ما را با VPN ببینید، یک هفته اول از نتیجهش بعدا خبر میکنم. خدا کند که نزدیکترین روزا در تمام تاجیکستان برق دائمی باشد. زنده باد صلح و ثبات آرامش در روی دنیا و در تاجیکستان. بدرود تا درودهای دیگر.